خواستن که خرود برایش مرسال کنی اندمی شعبه، اندمی آدرس، اندمی منطقه ما و آقای فروتن قد موتورک خمایی برای شما هر چند کیلوی سری هر قدر که لازم داشته باشین. چرمغز هم هست اینجا نه؟ آره چرمغزم خیلی خوب چرمغز بهترین چرمغزایه که انشالله برایشیم ارسال کنی و شما هم لذت ببرین. ای گفت از دوکای کمر بویید میای شرنگ شورونگی ابرویید میای گولت ای گولا گولا سر بلگی تابستانم یار فرار از ملکی مالیستانم یار گولت ای گولا ای گفت صفی دستم سیاه در کاری مانت مکی دین داتیم کس یاری مانست گولت ای گولا گفت مکی دل دادایم در خود جوانی بد بیتون در کاری مانست گولت ای گولا آقای ایدری سعی که بلدرغوره تمام قدمان بیاده قریب قدری قدی آدم هست ولی واقعا بسیار جای شیکه ها. دیگه این منطقه سیخوالا یعنی همیال در خود سرخطاله هم دیم و شما؟ آره خب از زای دل یک سرخطاله نگین بهشت بگین چطور؟ بهشت ولی دنیا یعنی انا سایل کنین میام فهمی؟ بلدرگوه دیگه اینی بلدرغویا امیار دراو دو فکر مالا پتاق نبا چیک اونجا مسکیک بو استو خوردی دوغن دوستو حسین لالای دمی قدم زی بلدرغو استایی نه؟ این مینش که استایی اینجا جای تفریحگاهه و جای دیدنیه. پرتاو یک بیت که مامور معنا کنیم که ما در کجا آمدیم. بر حالا دمی مسئلهش ما دیگه کم از تو مذهب میخواید من باید بلده نیستم اگه چیز دیگه پرسان یکان شعرم نمیتونی بگی؟ ما اینمی دو قسمت رو بخی یک نظرم شعر و دو بیتی اگه دونه اگر آقای حسینی شاید آقای حسینی شما والله ما منزی نقطه خیلی ضعیفی آره امکان چنیه کسی که موجود امکان یعنی چی چیز که داشت مورا اگه نه خوب دو بیتی منجی خوب مزه میده اما خود تو بگی دل تو هست در شعر گفته دیگه و چرا از مورا چیزی نی خود تو خوب هنرمنده چون گلاب است مبویت میکنم منو دیدای و همیشه یادی رویت میکنم منو دیدای. چطوره لالای؟ بیخی سه لالای آفرین بیخیلی وای گلاب است مبویت میکنم منو دیدای و همیشه یادی رویت میکنم منو دیدای. وای هزاران دوستی جانانکی باشه و دیدای و فدای تاری مویت میکنم منو دیدای. حسین لالای چی رقم بود؟ قدر خوب شد حالا قدر خوب شد بود محتوا بود مزه ده از این بیشتر اگه زیاد درویش میترسم دلشم تنگ نشنه. خانه رایی میشی؟ بلدرغور منگرنی آقای ایدری واقعا بسیار جای آدم اگه دمی تو جای زندگی کنه در خیالم که پیرم نمشه بالای 100 سال عمر منه نه 100%. آدم یک دشار زندگی نه خیلی زود سین پیر میشه ضعیف میشه آفرین چیز مکسر تیاق میشه ره دیگه هوا طبیعی بله سعودی و نمیفهم چیزا دم گیر بر تو که دیگه
از زندگی لذت مبری که واقعا. بله بله. غذای دل غزل را انشالله که شنیده باشین. باز ارزم به حضور شیم که دمی فضا مو دیلم چسب کد آقای فروتن. دمی فضا دیلم چسب کد که یک چخنه دوبایی تو دیلو گفتی نه؟ ستور لالای تو چی رقم لذت بردی؟ بسیار عالیه، بسیار عالی. خب بخیر کم کم در کجا رین؟ آقای فروتن؟ هر جایی که دل شما باشه آقای ایدری دیگه بوری قد آقای حسینی قد ماری حسینی بوری اونجا بگردی که اینجا قد درختها و قد علافهایش گشتی بوری که دیگه کدام جای دی خوب جاهای دیدنیه عاقلش را سعی کنی که دی عاقل چند خانه زندگی نه دیگه آقای ماری حسینی روزانه مسئول کاروبار بازار بوری که کسان کنی آقای ایدری جان به نظر خیلی خوشتم دمزی منطقه نه؟ والله بهترین جای اگر لاله گو خانی خالی نیه که ما میش کچ خبری؟ هست لاله اینجا خانه تو سیدن خانه خالی همه در خدمتی یار ما بسا دم بخش مثلا دامداری نه اما تو شوق هم درم که کیف کنی. آره زیادتر دامداری ها شوق نکدم نه نه چندان چیز نمی به خدا همین زندگی که شما دارین نه خدا زیبایه به خدا نه اینج مریضیه نه اصلا یال مهمیه که آدم باید چیزی جور میکنه اینجا که آدم باشه جور کنه خوب